یو چطوری دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. تو 100 تا سابسکرایب شدیم، دمتون گرم، واقعا خیلی دوستتون دارم و بریم که همینجوری هی بریم بالاتر. 200 تا ساب، 300، 400، 500 تا میلیونی شدن چنلمون. حالا میلیونی شدن یکم توقع زیادیه ولی خب 500 تا ساب هدفمون الان روی 500 تا سابه. برسیم به 500 تا ساب بعد میشه 1000 تا 2000 تا 3000 همینجوری بریم بالا. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم که این لپتاپ با هم یه بررسی کنیم، ببینیم که این لپتاپ چیه و برای چه کسایی مناسبه. برو بریم. آقا اگه برای کارهای اداری، حسابداری، دانش آموزی یا دانشجویی با یه قیمت مناسب، یه مشخصات عالی، سخت افزار عالی دنبال یه لپتاپ میگردی، این لپتاپ به نظر من بهترین لپتاپه. HP پروبوک 645 G4 که واقعا نسبت به قیمتش سخت افزار خوبی داره و مناسب این قشرایی که من نام بردم. این لپتاپ پردازنده و گرافیکش از برند AMD و قابلیت ارتقای رم خوبی هم داره و میتونید دو تا هارد رو هم به صورت همزمان روش نصب کنید. این لپتاپ با 3 تا از سی پی یو های قدرتمند AMD ارائه شده، تولید شده توی سطح جهان، ولی این مدل که ما الان موجود داریم و براتون داریم ویدیوش آماده میکنیم سی پی یوش رایزن 5 پرو 2500 یو که 6 مگابایت کش داره و 4 هسته‌ایه و یک سی پی یو خوبیه. حالا میتونید در کنارش فتوشاپ اینا رو هم انجام بدید و خلاصه دارم میگم برای کار حسابداری، دانش آموزی، دانشجویی واقعا فوق العاده. این لپتاپ 1 گیگابایت گرافیک مجزا داره، AMD رادئون وگا 8. این امکان داره که دو تا هارد رو به صورت همزمان روش نصب کنید. برای مثلا یک هارد از نوع M2 SSD میتونید روش نصب کنید و یک نوع هم هارد HDD میتونید روش نصب کنید و استفاده کنید، لذت ببرید. صفحه نمایش این لپتاپ با 3 تا حالت ارائه شده، تولید شده، ولی این صفحه نمایش که ما الان براتون موجود کردیم فول HD و قابلیت لمسی شدن رو نداره توی این مدل، ولی خب بعدا شاید براتون موجود کردیم. حتما اینستامون رو فالو کنید که همه این اخبار رو اینجا زودتر از همه جا براتون میذاریم. و از این صفحه نمایشش 14 اینچ فول HD است، کیفیت صفحه خوبی داره و رنگ ها رو به خوبی نشون میده و میتونه حس خوبی رو از این لپتاپ دریافت. این لپتاپ هم مثل سایر همرده های خودش از بدنه فلزی آلیاژی بهره میبره که با یه رنگ نقره‌ای خیلی شیک و با کیفیتی داره که حس خوبی رو به شما منتقل میکنه. صفحه کلید این لپتاپ از نوع جزیره‌ایه که یک نور پس زمینه‌ای هم داره و تاچپد این لپتاپ نسبت به تاچپدهای دیگه بزرگ طراحی شده و یک تاچپد روونی داره. خروجی‌های این لپتاپ 3 تا پورت USB 3.1 داره و یک عدد پورت تایپ C داره. پورت‌های HDMI و VGA هم داره و داکت مخصوص خود HP هم داره که میتونید بین HP ها خیلی سریع اطلاعاتتون رو جابجا کنید. خلاصه اگه بخوام بگم، اگه دنبال یه لپتاپ سبک وزن مناسب کار دانشجویی، دانش آموزی، اداری، حسابداری بخواید جابجا کنید و وزن خوبی داشته باشه، این لپتاپ واقعا یکی از بهترین گزینه‌هاست. حتما توی گزینه‌هاتون قرار بدید. حالا اطلاعات بیشترش رو میگم داخل اینستاگرام میذارم، اطلاعات بیشتری نداره، همین خلاصش. ولی خب از طریق اینستا میتونید این لپتاپ از فروشگاه ما تهیه کنید. و بخوام دوباره یه خلاصه از قطعاتش بگم، اینه که این لپتاپ HP پروبوک 645 G4 که با سی پی یو رایزن 5 پرو 2500 یو که 6 مگابایت کش و 4 هسته‌ایه. رمش 8 گیگ که تا 32 گیگ قابل ارتقاء از نوع DDR4 و حافظه داخلیش 256 گیگ SSD که میگم باز میتونید دو تا هارد رو به صورت همزمان نصب کنید، هم از M2 هم از HDD. و گرافیکی که داره 1 گیگابایت گرافیک مجزا AMD رادئون وگا 8 و صفحه نمایش فول HD 14 اینچه. اینم بود خلاصه این لپتاپ. حالا از زاویه‌های دیگه شما توی تصویر دیدید. برای اطلاعات بیشترش یا خریدش میتونید به اینستاگرام ما پیام بدید، همه چی داخل اینستامون هست. و خلاصه دمتون گرم. اینم بود از ویدیو امروزمون. حمایتاتون رو واقعا دوست دارم. بریم که همینجوری بریم بالاتر است. و خلاصه دمتون گرم و میبینمتون تو ویدیوهای دیگر و تا درودی دیگر. بدرود دوستان عزیز. متشکرم.